زرگوشکی دلیر. من زرگوشکی دلیر. دلیرم در این بشه. پیش میدوم همیشه. وای. آی زرگوشک اکنون با دستم افتاده. گرگ بابا مرا نخور. من دیگه گلانکی شدم. خودم با نزدتان می آیم. این طور باشد چشمانت را کشا. سلام زرگوشک. باندا نخند. برای چی مرا ترساندی؟ کاری بود که دلکف شوم. برای چی این کارو کردی؟ من با تو قهری. زرگوشک این شوخی دوستانه بود. تو به سلام من جواب نگفتی. تو خودت گفته بودی که سلام دادن از روی آداب است. سلام. اگر تو به جای من می بودی سلام یک طرف ایستد، حرفای آموختد فراموش می شد. زرگوشک مگر دروغ گفتن از روی آداب است مگر؟ البته نه. پس چرا دروغ گفتی؟ کی؟ تو؟ من؟ ها؟ کی دروغ گفتم؟ زرگوشک نوکه گفتی که من زرگوشکی دلیرم. ها؟ من شعر خواندم. در شعر چنین نوشته شده بود. در شعر چنین نوشته شده باشد پس دلیر شو آخر. شعر رو برای آن نوشتم که دلیر شوی. دلیر شدن رو یاد گیر. گوش کن. اگر دلیر باشی کنی با من دلیر رو نشان ده. برای دلیر شدن دانستن حرف د شرط است. بوم اومد. بومیدانا آمد. سلام بوم. سلام بوم. سلام دوستانی عزیز. بوم، برای دلیر شدن حرفی د را آموختن لازمه. برای دلیر شدن دانا بودن در کار. برای دانا بودن دانش در کار. برای دانش رو یاد گرفتن دانستن حرف د شرط است. یعنی ما امروز حرفی د را می آموزیم؟ بله پاندا، آفرین به تو. بیایید به نزد حرف خوراک می رویم. رفتیم. وای با فکرم خیلی گرسنه مانده است. از دیروز باز هیچ چیز نخورده است. بیایید می رویم. رفتیم. زرگوشک همه خیلی زور بود که سلام حرف خوراک. سلام حرف خوراک. حرف خوراک دوستم. انا امروز سلام دوستان لبای بوم. ما به حرف خوراک امروز حرفی د میخورونیم. خوب حاضر کنی انا کنی بینم. اوستا زرگوشک ده مثل دومره است. انا دست دراز دیدی انا چینقدر دورمه دراز تماشا میکنی ها؟ با حرف خوراک ده یا اینکه خودت خوردن میخواهی؟ حاضر. ایستا ده با دومره مانند نیست. نگاه کن. کنی حاضر میسنجیم.
د د عجایب د آوازی د دارد من حرفی د رو تلفظ کرده میتوانم انا د د من هم تلفظ کرده میتوانم انا د د офарин ба шумо офарин бачаҳои азиз шумо ҳам мисли заргушаку панда овози дро талаффуз карда метавонед пас биёед ҳамроҳ талаффуз мекунем як ду се д д д офарин آفرین بچه های عزیز شما هم مثل ما دانا بودید بوم ممکن که من باز یک بار دیگر حرفی د رو به حرف خورک خورانم албатта чаро не шумо бо ҳамроҳи бачаҳо овози дро талаффуз кардед акнун метавонед марҳамат حاضر حاضر оҳиста оҳиста واه حرفی د اینقدر چی شد؟ د د د د اکنون یک چند کلمه میسازیم حاضر حاضر انا د د ا دا دا оҳ دا دا حاضر 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 оҳиста باز کنی باز چی د د ای دی دی اوه، دی دی حاضر 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 یک بار دیگر یک بار دیگر کنی оҳиста حرفی دوست داشته ای من کنی حاضر 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 انا باز د او دو د ا ر در در دو در من کلمه دو در ساختم میدونی چی من 8 تا دختر دارم 6 تا خواهر офарин ду дар шуданд بوم با من هم یگان حرف ده که کلمه خوب سازم ҳозир ана ба ту ҳарф медиҳам کنی марҳамат хуш мана انا حرف خوراک انا دوستم د ا ن دان د ا ن دان 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 چی شد؟ نفهمیدم نفهمیدی؟ حاضر 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 یک بار با دهانت نگاه کن انا اوینا چه؟ ها دندان شد دندان ساختم من دندان زرگوشک لبای؟ بوم یک مرتبه دندانم درد میکرد با دکتر دندان مراجعت کردم دکتر دندان دندانم را طبابت کرد و تاکید نمود که هر روز 2 مرتبه با خمیره دندانشویی و چوتکه دندانشویی شویم دهان و دندانم را انا زرگوشک بین دهان و دندانم چخیل تازه دیدی؟ باز یک چیز فهمیدم чиз фаҳмидӣ دهانی تو ده دارد دهانی من هم
ده دارد دورت او زرگوشک بیا با حرف خورک کلمه دهان را میخورونیم خیلی خوب بیا بیا حاضر کنی آنا دوستم حرف خورک آنا دیدی من با تو باز حرف آوردم د آ دا ه او ن هون دهان 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 آفرین زرگوشک احسن به تو پاندا باز کلمه هایی هستند که هم در اولشون овози د دارند هم در آخرشون овози د دارند کنی یک بار فکر کنید یافتم چی؟ دود داد یه قدر داد نزن گوشم کار شد زرگوشک من از خردسندی داد میزنم داد درد زرگوشک اینقدر کلمه های خنک میگویی آخر دود درد دیگر کلمه نیست مگر حاضر من یک کلمه به حرف خورک میخورانم شما حیران میشوید چه؟ انا میخیل حاضر کنی یک طرفیست حاضر کنی؟ انا حرف خورک دوستم این را بخور و با حرف های پیشتره بگو که چی شد د او ر او د درود درود این خیل کلمه نیست خودت بافتی زرگوشک احسن به تو پاندا چنین کلمه هست دو رود ها کنی مثال بیار حاضر کنی این طرفیست از این طرفیست آن همینجا حاضر درود دوستان عزیز یافتم تو سلام دادی ها آفرین درود این سلام است من یک شعر خوانم با حرفی د مرحمت درد دارد دندانم از چی رو نمیدانم اگر میشستی دندان درد نمیکرد اصلا آن زرگوشک من هر روز 2 مرتبه سحر و بگاه دهان و دندان میشویم خی نرنج من شوخی کردم تو یک تزگیک میدونی یک تزگیک میدونم گویم مرحمت دو تار دارد وا عجایب دوستان من میخوام یک حکایت خونم مرحمت خوب شما گذشته شنید من به شما از کتاب برو میخونم با حرفی د یک حکایت میخونم خوش خوب من مرحمت اکنون بوم بخوان خوش با دقت گوش دهید далер бачаи дидадаро аст дар ҳар диёр дусе дӯсту шинос дорад як дӯсти далер диловар аст диловар дар синфи якум мехонад вай дар деҳае дар дарвоз зиндагӣ дорад дирӯз диловар ҳамроҳи падараш ба душанбе омад далер дӯсташро дар назди дарвозаи душанбе пешвоз гирифт дӯстон аз дидори ҳамдигар шод шуданд баъд далер бо дӯсташ ба тамошои душанбе баромад диловар гуфт душанбе диёри дилписанд аст далер гуфт душанбе даргоҳи умеди тоҷикони дунёст بوم ها پاندا من میخواهم با دلر دوست شوم لیکن چه خیل دوست شدنم رو نمیدانم تو با من یاری میدی؟ من با تو یاری میدیم چی خیلی یاری میرسونی؟ تو با من چه خیلی یاری میرسونی؟ حاضر ما رو بچه های دوسرویک کشورمون تاجیکستان تماشا دارند ما از آنها خواهش میکنیم که دلیر رو با ما پیدا کنند
این طور که باشد به خانه رفتن نغزکک استراحت بکنیم چون که پگاه کارمون بسیار بسیار می شود. дуруст панда вақти хайрихуш ҳам фаро расид мо бояд хона ба хона равем шумо ҳарфи д-ро омӯхтед بله آموختیم. бачаҳои азиз шумо ҳам ҳарфи д-ро омӯхтед офарин ин тавр ки бошад бо ҳарфи д якчанд ҳиҷо ва калима навишта бурро бурро талаффуз кунед خیر حرف خوراک خیر. хайр ҳарф хӯрак то пагоҳ ҳарф хӯрак оҳиста хуш ده حرفی دانش آموز دانایک و دل افروز دویم که درس خواند او در بند دل نماند او دیدی که ده کجا شد در دل و دیده جا شد. خیر بچه ها خیر بچه های عزیز. хайр бачаҳои азиз